سلام، خیلی خوش آمدید به اولین ویدیو من داخل چنل من و اومدم بهتون یه آموزش بدم. آیا شما میخواین یوتیوبر بشین و امکانات زیادی ندارین؟ آیا شما میخواین یوتیوبر بشین و فقط یه ایکس باکس دارین که بعد از صفحش ویدیو بگیرین و بزنین تو یوتیوب؟ آیا شما ایکس باکس بلد نیستین چجوری از صفحش ویدیو بگیرین و مثل بعضیا میایین داخل اینجا، داخل اپ کامرا و میزنین روش، همین دوربین میزنین روش و میزنین داخل یه پایه از صفحه تلویزیونتون، مانیتورتون، از هر چی یه ویدیو میگیرین و میزنین داخل یوتیوب و چی میشه؟ ویو افتضاح، لایک افتضاح و بیشتر از 1000 تا دیسلایک میگیرین. و من میخوام بهتون یه آموزش یاد بدم که یعنی اگه میخواین یوتیوبر یا داخل آپارات ویدیو بذارین، یعنی داخل یه هفته شما به 1000 تا سابسکرایبر یا 600 تا سابسکرایبر میرسید داخل یه ماه، یعنی یه هفته. داخل یه هفته اگه پیشرفت خیلی زیاد داشته باشین، داخل یه هفته اگه پیشرفت زیاد نداشته باشین و نمیتونین ویدیو بگیرین، داخل یک ماه. و آمدم بهتون آموزششو بدم. شما میرین داخل پلی استور یا دا مارکت یا دا بازار یا دا از گوگل، از هر چیزی شما میزنین داخل ذره، میزنین اینجا، میزنین اپ ایکس باکس و اولی رو زبدر میزنیم. اولی اصلا یه چیز دیگه است، حالا ولش. دومی کلیک میکنیم روش، ببینین عکسش اینه، اسمش هم اینه. شما ایکس باکس اپ بزنین راحت تر میاره براتون. من اونجایی که دانلودش کردم اوپن رو میزنم و وای میسم تا بیاد. خب من به خاطر که لوگین کردم توش دیس لوگین میزنم که به شما آموزش لوگینگش یاد بدم. خب شما الان به همچین چیزی میخورین و به همچین صفحه‌ای میخورین وقتی که اوپن کردین توش و وقتی که برنامه رو باز کردین به همچین صفحه‌ای میخورین. خب شما باید چیکار کنین؟ اگه تلویزیونتون از این مدل بالاها یا تا مانیتورتون از این مدل بالاها هست، روی دومی کلیک میکنین و یک کد میاد روی صفحتون، میزنین اونو که برای من نمیاره، نمیدونم چرا. من از مانیتور بگم یه مانیتور حالا مدلش یادم رفت اما کیفیتش بالاست و نمیدونم برای چی نمیاره. و اگه برای شما هم نیاورد 50-50، یعنی ممکنه برای یه گوشی بیاره یه گوشی نه یه گوشی. من خودم شیائومی نوت 12 و نمیدونم برای چی نمیاره واسه من. و اینجا سینگل این میزنین و الان شما صفحه منم یه قسمت شده این تار میمونین به خاطر که من لوگین کردم و اکانت من ضایع است. به خاطری که شما که لوگین نکردین و هیچ اکانت ندارین، اکانت ایکس باکستون رو با یه اکانت دلخواه خودتون میسازین و اگه ساختین، یعنی مثلا من الان به اکانتم وصله و اکانت ایکس باکس هم به اکانت گوشیم وصله و خودتون فهمیدین دیگه. شما اینو میزنین و اینجا اکانتتون و اکانت ایکس باکس اینا همه چی رو وارد میکنین و میرین داخل و من لوگین میکنم و شما وقتی که همه چی رو زدین یه همچین چیزی میاره و کانکت میزنین و براتون حالا یه صفحه میاره که اگه برای من بیاره حله. خب ببینین اینجا اسم شما رو میاره و اینجا هم عکس شما. اسمتون رو میبینین که اسم من درست، عکسم هم میبینم که عکس منم درست. اگه همه چی رو خوب و اکانتتون رو همه چیشو خوب زده باشین 100% براتون میاره و دکمه سبز پایین رو میزنین و الان داخل اکانتتونین و اینجا مثلا تریلر ویدیو رو میاره. اینجا هم دوستاتون، اینجا هم دوستاتون رو میاره اینجا و اینجا هم بازیایی که بازی میکنین رو میاره، یعنی همین. و ما اصلا به اینا هیچ کاری نداریم، ما به این برنامه کار داریم. اگه اکانتتون رو قشنگ درست کرده باشین همچون گزینه‌ای برای شما میاد، ما میزنیم روش. خب رفتیم توش. اینجا ما 3 تا گزینه داریم، 1 2 و 3. با این اصلا دست نمیزنیم و دست بزنیم اکانت میپره.
من اصلا به این دست نمیزنیم و اصلا اینو پاک میکنیم از زندگیش و اینجا 2 تا گزینه موند و این 2 تا رو میتونید دست بزنه. خب اولی که نوشته ریموت پلی اون تست دیویس، اگه درست خونده باشم که حالا نمیدونم، امیدوارم درست خونده باشم، و پایینیشم اوپن ریموت کنترل و شما میتونید اگه مثلا دست ایکس باکستون خراب شده با این میتونین ایکس باکستون رو کنترل کنین با دومی، و با اولی هم میتونین وارد صفحه ایکس باکس بشین. الان من بهتون نشون میدم. اولی رو میزنم و به همچین برنامه ای میخورم. اینو فعالش نمی کنم چون که لگ اینو خیلی زیاد میاره. کانکت میزنم. کانکت که زدم میریم داخل ایکس باکس. کارش حالا ویدیویی که شما دارین میبینین ویدیویی که شما دارین میبینین الان 10 دقیقه شده، 6 دقیقه ویدیو شد، اما شما داخل 1 دقیقه میتونید ایکس باکستون رو وصل کنین به گوشی. و الان همینجور که میبینین من هر کاری که داخل صفحه ایکس باکسم میکنم واسه گوشی که شما دارین میبینین اون داخل اونجا هم میاره. و با اینا ویو اوکی، لایک اوکی و عالی، یعنی همه چی عالی، همه چی. تا ویدیو بعدی یا آموزش بعدی یا تا گیم بعدی، خداحافظ.